شخصی از ملا نصرالدین پرسید: ای ملا، چه کسی را بیشتر از همه دوست داری؟ ملا نگاهی کرد و گفت: کسی که شکم مرا سیر کند. شخص گفت: خیال دارم که یک شب تو را به شام دعوت کنم و شکمت را سیر کنم. حالا بیشتر از همه مرا دوست داری یا نه؟ ملا پوزخندی زد و گفت: دوستی نسیه نمی شود جانم. دوست ملا نصرالدین به ملا نصرالدین میرسه و پوزخند میزنه و میگه: ملا، شنیدم تو ظرف شستن به زنت کمک میکنی. خیلی زن ذلیلی ملا. ملا نصرالدین برمیگرده میگه: خب مگه چیه؟ اونم تو رخت شستن به من کمک میکنه. روزی ملا نصرالدین به عده‌ای رسید که مشغول خوردن غذا بودند. جلو رفت و سلامی کرد و گفت: السلام یا طایفه بخیلان. یکی از آنها گفت: این چه نسبتی است که به ما میدهی؟ خدا گواست که هیچ یک از ما بخیل نیست. ملا نصرالدین گفت: اگر خداوند اینطور گواه میدهد، از حرفی که زدم توبه میکنم. و نشست سر سفره آنها و تا میتوانست خورد.